ایران از برگزاری نشست درباره افغانستان با حضور کشورهای منطقه خبر داد. وزارت خارجه ایران میگوید نشست را برای گفتگو درباره تحولات افغانستان با حضور کشورهای منطقه در تهران برگزار خواهد کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه 21 قوس به خبرنگاران گفته است که این نشست همزمان با رایزنی‌ها درباره کاهش تنش میان پاکستان و طالبان برگزار خواهد شد. وزارت خارجه ایران خاطر نشان کرده است که این نشست هفته آینده با حضور نمایندگان کشورهای پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه برگزار خواهد شد. این وزارت هدف برگزاری چنین نشست را تقویت صلح و ثبات در منطقه عنوان کرده است. طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفتند. این در حالی است که پس از افزایش تنش‌ها میان طالبان و پاکستان، مقام‌های ایرانی برای میانجیگری با مقام‌های طالبان و اسلام آباد گفتگو کردند. گفتنی است که وساطت کشورهای قطر، ترکیه و عربستان سعودی تا کنون به کاهش تنش‌ها میان طالبان و پاکستان منجر نشده است. هشدار پاکستان به طالبان عدم مهار تروریسم پیامدهای جدی خواهد داشت. عاصم افتخار احمد نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل گفت که تروریسم برخاسته از خاک افغانستان بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی و ثبات پاکستان است. وی تاکید کرد که حکومت طالبان باید اقدامات مشخص، عملی و قابل اثبات برای جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان روی دست گیرد. به گفته نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل، در صورتی که طالبان نتواند مانع استفاده این گروه از خاک افغانستان شود، پاکستان تمام اقدامات لازم دفاعی را برای حفاظت از شهروندان و قلمرو خود به کار خواهد بست. افتخار احمد در نشست شورای امنیت اظهار داشت افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن شبکه‌های تروریستی و گروه‌های نیابتی تبدیل شده است، مسئله‌ای که پیامدهای امنیتی گسترده برای پاکستان و منطقه به همراه دارد. و افزود که طی سال جاری میلادی 1200 نفر در حملات شبه نظامیان مستقر در افغانستان در پاکستان کشته شدند. نماینده پاکستان همچنین مدعی شد گروه‌های چون داعش، القاعده، تحریک طالبان پاکستان و جدایی طلبان بلوچ با مسئولیت کامل در افغانستان فعالیت می‌کنند و برخی عناصر خارجی نیز از این وضعیت برای حمایت مالی و لوجستیکی این گروه‌ها سوء استفاده می‌کنند. افتخار احمد علاوه بر نگرانی‌های امنیتی از محدودیت‌های رو به افزایش بر زنان و دختران افغان نیز انتقاد کرد و گفت این محدودیت‌ها هیچ ارتباط با ارزش‌های اسلامی ندارد. تنش‌های امنیتی میان پاکستان و طالبان طی 2 سال گذشته به شدت افزایش یافته است. اسلام آباد طالبان را به پناه دادن به اعضای تحریک طالبان پاکستان متهم می‌کند، گروهی که مسئول صدها حمله مرگبار در پاکستان بوده است. طالبان این اتهامات را همواره رد کرده و گفتند که اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها را نمی‌دهند. با این حال افزایش حمله‌های مرزی و اظهارات تند مقام‌های پاکستانی روابط دو طرف را وارد مرحله بی‌سابقه از تنش کرده است.